ای نور بزرگ همه جا گستر، به ما بیاموز که فضیلت چیست، رذالت کدام است. بیاموز کیفیت شجاع ماندن را، گستاخ بودن را و بنده بودن را. بیاموز چگونه غالب شویم بر هوای نفس، بر ابلیس نامرئی درون. بیاموز که در این همهمه و قائله خویشتن را دریابیم، خود را بیابیم. بیاموز که آدمیانی باشیم با فضیلت، پرهیزکار در حاله ای از دیانت و ایمان. بیاموز عاشق باشیم، عاشق به تمامی، با تمامی وجود، در تمامی سجود، در تمامی خلوص،